آیا باور میکنید بعد از اون که در سال 1372 معادل ارشد جهانگردی ما گرفتم، امسال 1395 تونستم در کارشناسی ارشد، در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز قبول بشم، بی اون که حتی 1 دقیقه برای این کنکور خودم رو آماده کرده باشم، حتی مطالعه کرده باشم و حتی منابعش رو در اختیار داشته باشم. اما متاسفم که به اطلاعاتون برسونم با همه وجودی که قبول شدم امسال در دانشگاه شیراز برای کارشناسی ارشد رشته روابط الملل، اما متاسفانه به دلیل شرایط بسیار بسیار ناعادلانه و نامناسبی که درش قرار گرفتم و بر من تحمیل شده، عملا امسال نمیتونم به تحصیلم در رشته روابط الملل ادامه بدم و اون فوق لیسانس، معادل فوق لیسانس رو، واحداش رو اینجا جایگزین کنم، معادل سازی کنم و کارشناسی ارشد خودم رو بگیرم. سعید شجاعی سعدی، شیراز، 10 شهریور 1395. متشکرم. موفق باشید.